دزدندم هنگام نگاه میکردم مادرم سر ماشینکا نیست درسون از سر ماشینکا یگنی میکردم و بریکوی خدمت تنگ میکردم یا که یکم جای رو بشکم باید مردم بسیار گپ میگن در همین دنیا اول دوزنده مرد بود حضرت داوود و یا مرد بود مثال وقتی که مرد دوزنده میشد دیگر مردم با اویلهاشون میامدن که میگفتن مرد دوزنده است از همه خاطر و مثال حضرت داوود اویلهاشون یاد میچن که چقدر طرز رسمی گرفتن زن رو از آن وقت زنش دوزنده میشود زن اویله آنها شاید با دخترها کار میکنن دوزنده رفتن میگه مردم مخفی میشود با یک مرد چیل هنر کم است و نوبسته از ما چی کار میکنیم چی دوزندگی پزندگی یا اینکه آدم‌ها می‌بینیم در سترویکا کار میکنن این کار است و هر یک از خواهشی خود دارد در کجا کار کردن هیچ وقت در زندگی رو افتاده نشوند همه وقت با پیش چی هنری از دستشون میاد خود خوراکپزی باشد خود تورتپزی باشد خود دوزندگی باشد تمام کسبی که اونها دارند پیش مردم کنند اگر که از پشت مثال من نمیدونم که مرد هستم من کیزا کس میکند کی چی خد میکند این گپا نه برای از زندگی عقیم میکنه شما برای همین همه وقت با پیش نشون